به خلقهای ایران، مردم کردستان سهیم بودیم و شهید دادیم، فداکاری کردیم و به همین جهت هم انتظار داشتیم که بعد از پیروزی انقلاب اگر همه خواسته های ما تحقق پیدا نکنه اقلاً برخی از خواسته هامون پیاده بشه. متاسفانه چند روز از انقلاب نگذشته بود هنوز که ما متوجه شدیم نسبت به مردم کردستان رژیمی که بر سر کار آمده در تهران تبعیض قائل میشه. شما میدانید که در طی انقلاب و بعد از روزهای انقلاب عده زیادی از مردم، جوانهای انقلابی حمله بردن به پادگانها و اسلحه پادگانها را مصادره کردن. ولی وقتی که ما همین کار را در مهاباد انجام دادیم، اون هم بدون خونریزی، با اعتراض شدید رهبران رژیم اسلامی روبرو شدیم. بعد از اونم هنوز اولین نوروز بود که در سنندج به وسیله آخوندی جنگ علیه جوانان ما راه انداختن و عده زیادی در این جنگ کشته شدند. بلافاصله بعد از اونم در نقده وقتی که ما میخواستیم یک میتینگ مسالمت آمیز به اصطلاح برقرار بکنیم و وقتی که من میخواستم برم پشت تریبون صحبت بکنم، شروع به تیراندازی به میتینگ مسالمت آمیز ما کردن. جنگی در گرفت که 3 روز طول کشید و عده زیادی در این جنگ از طرفین کشته شدند. به این ترتیب برای ما روشن بود که رژیم به هیچ وجه علاقه نداره که این واقعیت را قبول بکنه که حزبی در کردستان ایران وجود داره که سابقه طولانی داره و برای دموکراسی و خودمختاری مبارزه میکنه. واقعیت هم این است که ما در آغاز ماه فروردین 1358 به دیدن شخص خمینی رفتیم و از او خواستیم که اعلام بکنه که حق خودمختاری برای خلق کرد تضمین بشه در جمهوری اسلامی و به این شرط ما حاضریم، بهش گفتیم حاضریم رأی بدیم به جمهوری اسلامی و در رفراندوم شرکت بکنیم. ولی چون این کار را نکرد، ما از اون اول نه به جمهوری اسلامی رأی دادیم، نه به قانون اساسیش رأی دادیم و نه در هیچ رفراندومی شرکت کردیم. من فکر میکنم این هم یکی از علل اون به اصطلاح بغضی بود که خمینی نسبت به مردم کردستان داشت. در واقع یه علت دیگه هم وجود داشت، اون هم عبارت از این بود که اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان را اهل تسنن تشکیل میدادن و در واقع به این ترتیب خمینی به 3 دلیل با ما مخالفت میکرد. یکی این که ما خواستار دموکراسی بودیم و او همون موقع اعلان کرد که دموکراسی چیزیست که از غرب وارد شده و قابل قبول نیست. ما خودمختاری میخواستیم که او اصلا در فلسفه به اصطلاح اسلامی او ملیت وجود نداشت تا اعتراف بکنه به این که حق خودمختاری داشته باشه. بعد ما مذهبمون هم سنی بود و در ضمن اسلحه هم به دست گرفته بودیم و حاضر نبودیم زیر بار مثلا زور دولت مرکزی بریم. همه اینها موجب شد که این 2 جنگی که من اسم بردم اتفاق بیفته و بعدم در مرداد ماه 1358 خمینی جنگ علنی و رسمی رو علیه ما راه انداخت و اعلان جهاد داد و من که خودم اون موقع به عنوان تنها نماینده لایق مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم نمایندگان مجلس را جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسد فی الارض خوند. شما میدونید که این در عرف خمینی معنیش اعدام بود. به همین جهت هم من دیگه به تهران نرفتم و جنگی
شروع شد که 3 ماه طول کشید. در این جنگ 3 ماه ما موفق شدیم، ارتش را شکست دادیم و مجددا به شهرها برگشتیم. آخوندا ظاهرا میخواستن نشون بدن که میخوان با ما مذاکره بکنن. 6 ماه ما با آخوندا در واقع صحبت کردیم. من در تمام زندگی منقدر آیت الله ندیده بودم که در طی این 6 ماه دیدم، ولی بعد معلوم شد که قصد اینها فقط کسب وقته و میخوان خودشون رو برای جنگ دیگری آماده بکنن و به همین جهت از نوروز 1359 مجددا جنگ رو هم در شمال در منطقه ارومیه و هم در منطقه کامیاران دموکراسی برای ایران را قبل از خودمختاری برای کردستان گذاشتیم. نه برای اینکه دموکراسی کل و خودمختاری جزئی است از دموکراسی به نظر ما، بلکه برای اینکه ما اعتقاد داریم بدون تأمین یک دموکراسی پیگیر مستقر در ایران، حتی اگه ما خودمختاری هم به دست بیاریم، خودمختاری در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ما الان در شرایط فعلی ضمانتی که داریم برای حفظ خودمون اسلحه ماست، ولی اسلحه رو برای همیشه نمیشه نگه داشت. اسلحه رو باید جایگزین کرد. چیزی که میتونه جای اسلحه رو بگیره فقط دموکراسی. و تصوری که ما از دموکراسی داریم بسیار ساده است. دموکراسی برای ما یعنی پلورالیسم، دموکراسی یعنی آزادی برای همه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی زبانهای ملی، آزادی فرهنگ و البته آزادی احزاب، دادن قوه به اصطلاح مجریه به دست مردم، حکومت مردم به دست مردم. و ما عقیدمون این هست که هیچ نوع دیکتاتوری در ایران در آینده نمیتونه هدفهای مردم ایران، خلقهای ایران را تأمین بکنه. حالا چه این دیکتاتوری شاهنشاهی باشه، چه این دیکتاتوری اسلامی باشه، چه این دیکتاتوری پرولتاریا باشه. ما عقیده داریم که ایران ما احتیاج به یک رژیم دموکراتیک داره که با در نظر گرفتن فرهنگ ما، تاریخ ما، ولی با حفظ اصول دموکراسی، با حفظ اصولی که در منشور سازمان ملل متحد اومده و در بیانیه حقوق بشر اومده، میتونه کشور ما را واقعا به جلو ببره. به این ترتیب ما حتی در کردستان که با مسئولیت میتونم به شما بگم که اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان طرفدار حزب ما هستند، ما خودمون را مالک کردستان نمیدونیم. این مردم کردستان است که تصمیم خواهد گرفت که آیا حزب دموکرات باید خودمختاری را اداره بکنه یا یک سازمان دیگه. و ما عقیدمون این هست که اگر شرایط جنگ از بین بره، همه سازمان ها و همه گروه ها باید برنامهشون رو در مقابل مردم ایران بگذارند و مردم ایران بتوانند آزادانه در بین این سازمان ها و این گروه ها انتخاب بکنند. پس به این ترتیب ما اعتقاد به یک دموکراسی عمیق در ایران داریم، دموکراسی که حقوق همه را محترم بشماره، حقوق مخالفین را هم محترم بشماره، چون به نظر ما هیچ دموکراسی بدون احترام به حقوق مخالفین نمیتونه وجود داشته باشه. و به همین جهت هم ما با همه سازمان هایی که به شکلی از اشکال میخوان در ایران دیکتاتوری مستقر بکنن مخالف هستیم. به همین جهت هم ما حاضر نیستیم با سلطنت طلبا همکاری بکنیم. ما میخوایم قدرت در بین مردم ایران، در بین خلقهای ایران و حتی استانهای ایران تقسیم بشه. و الان در اواخر قرن 20 در واقع در همه کشورهای مترقی قدرت تقسیم شده، قدرت در دست یک نفر، اون هم در مرکز جمع نشده، تمرکز پیدا نکرده.
و به همین جهت ما مخالف گروه‌هایی هم هستیم که به اسم دیگری بخوان در ایران دیکتاتوری بر سر کار بیارن. حالا موفق خواهند شد یا نخواهند شد مسئله دیگه است. من فکر میکنم که در ایران آینده اگر دیکتاتوری هم بر سر کار بیاد، بعد از جمهوری اسلامی این دیکتاتوری مدت طولانی بر سر کار نخواهد ماند و متاسفانه امکان داره که وضع کشور ما را به طرف جنگ داخلی هم ببره. پس ما اولا تمام خواسته های ما، هم دموکراسی هم خودمختاری، در چارچوب کشور ایران است. ما خودمون را ایرانی می‌دانیم و به هیچ کسی، به هیچ ایرانی دیگه هم اجازه نمیدیم که خودش را از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این کار نمی‌بینیم. ولی در ضمن در این خانواده مشترک خودمون، وطن مشترک خودمون که ایرانه، می‌خواهیم به حقوق ما توجه بشه و به عنوان هموطن درجه دوم زندگی نکنیم، بلکه هممون در مقابل قانون مساوی باشیم. و به همین جهت هم فکر میکنیم که این خواسته های ما، چه خواسته های دموکراتیک ما و چه خواسته های مربوط به حقوق ملی که باید البته برای خلقه های ستمدیده دیگر ایران هم منظور بشه، تمام اینها در چارچوب یک ایران دموکراتیک ممکن هست و به همین دلیلی که ما دموکراسی برای ایران را در واقع شعار اصلی خودمون قرار دادیم. حزبی هستیم دموکرات، ما حزب مارکسیستی نیستیم. در صفوف حزب ما افرادی از ایدئولوژی های مختلف وجود دارند. ما یک ایدئولوژی واحدی نداریم. اکثر قریب به اتفاق اعضای حزب ما اعتقادات مذهبی دارن، مسلمونن، افرادی هم هستن که خودشون رو مارکسیست میدونن و حتی در مسئله مذهب هم در حزب ما سنی، شیعه، اهل حق، مسیحی همه هستن. ما به نظر ما این درسته که نیروهای چپ هستن، چپ مارکسیستی، که اقلا اونطوری که شما گفتید در تئوری از حق تعیین سرنوشت خلقه ها و از جمله خلق کرد دفاع میکنن و ما امیدواریم که حتی اگه روزی در عمل هم با این مسئله روبرو شدن این نظر رو داشته باشن. ولی اون چیزی که من میخواستم به شما بگم که در شرایط کنونی من فکر میکنم که مسئله اصلی نیروهای چپ مارکسیستی هم در ایران همون مسئله دموکراسی است. نیروهای چپ مارکسیستی فرصت بسیار گرانبهایی را بعد از انقلاب از دست دادن. دنبال خمینی رفتن عده‌ای به عنوان اینکه رژیم خمینی رژیمی است ضد امپریالیستی، در حالی که همون موقع ما گفتیم و نوشتیم که رژیمی که آزادی ها را از بین ببره، مردم کشور خودش رو سرکوب بکنه، نمیتونه یک رژیم ضد امپریالیستی دموکراتیک که هیچ چیز ضد امپریالیستی هم باشه. گذشته است. بحران نیروهای چپ مارکسیستی در ایران یکیش ریشه تاریخی داره و اون عدم درک واقعیت ایران هست. این سازمان ها بیشتر از روی کتاب میخواستن مسائل ایران را حل بکنن، به جای اینکه به واقعیت ها توجه داشته باشند از روی کتاب، تازه اون هم نه کتاب های اصیل مارکس و انگلس، بلکه کتاب هایی که دست دوم و سوم نوشته شده بودند به عنوان نشریه هایی که در ایران اکثر اونها هم از طریق حزب توده به دست مردم رسیده بود، میخواستن مسائل رو حل بکنن که البته خب دیدید که این سازمان ها دچار انشعاب‌های متعدد شدن و سازمانی مثل سازمان چریک‌های فدای خلق که در اوایل انقلاب یکی از بزرگترین سازمان ها بود تبدیل شد به چند تا سازمان کوچک. ولی الان چند سال هست یک مسئله دیگه هم بحران این سازمان ها رو تشدید کرده و اون چیزیست که در اتحاد شوروی جلو میره. الان اتحاد شوروی به عنوان بزرگترین کشور سوسیالیستی داره به سرعت به طرف دموکراتیزاسیون و به طرف دموکراسی پیش میره. گلاسنوست و پرسترویکا درسته که
سازنده اصلیش گورباچوف هست، ولی یک ضرورت تاریخی است و گورباچوف نقشش بیشتر در اینه که این ضرورت تاریخی را به موقع و خوب درک کرده. سازمان های مارکسیستی حالا دو راه بیشتر در پیش ندارن، یا باید بیاند شجاعانه اعتراف به اشتباه و گذشته اشتباه آمیز خودشون بکنن و شروع بکنند از صفر و به طرف دموکراسی برند، روابط درون حزبیشون رو دموکراتیزه بکنن و پلورالیسم را قبول بکنن، دنبال دیکتاتوری نگردن، یا اینکه نه در همون حالت قبلی باقی بمونن. من فکر میکنم که در واقع نتیجه این خواهد شد که عده‌ای خواهند موند در اون حالت قبلی و عده‌ای هم البته شجاعت به خرج خواهند داد و سیاست جدیدی پیش خواهند گرفت. به همین جهت هم متاسفانه باید پیش بینی کرد که انشعابات دیگری در این سازمان ها پیش خواهد اومد، ولی من امیدوارم که بعد از این انشعابات دیگه اون روند اتحاد و وحدت در بین همه افراد، شخصیت ها و سازمان هایی که علاقه دارن به دموکراسی و بر این عقیده اند که سوسیالیسم را هم نمیشه بدون دموکراسی ساخت، در بین اونها به وجود بیاد. چون ما درسته که یک حزب مارکسیستی نیستیم، ولی در برنامه‌مون، در برنامه حزبی خودمون به عنوان هدف دراز مدت خودمون سوسیالیسم دموکراتیک گذاشتیم و خیلی وقت پیش، در حدود 5 سال پیش، قصد ما هم این بود که از همون موقع مرزبندی داشته باشیم با اونهایی که به طرف دیکتاتوری یا توتالیتاریسم میخوان برن. من فکر میکنم که سازمان ها و همه گروه های چپ مارکسیستی در ایران حالا وظیفهشون این هست که بنشینن درباره گذشتهشون خوب فکر بکنن و این راهی را که الان در شوروی و برخی دیگر از کشورهای سوسیالیستی دیگه پیش گرفته شده، این راه رو که راه دموکراسی است، دموکراسی درون حزبی قبل از همه و دموکراسی در داخل کشور بعد از اون پیش بگیره. رژیم خمینی مدت هاست در بحران عمیق فرو رفته، حتی قبل از آتش بس با عراق و قبل از مرگ خمینی. بحران رژیم رو ما در این میبینیم که مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی کشور لاینحل. این رژیم نه برنامه‌ای برای حل این مسائل داره و نه اصولاً در چهارچوب جمهوری اسلامی به ویژه ولایت فقیهی امکان حل این مسائل وجود داشت. به این ترتیب آتش بس که البته اجباری بود و خمینی خودش گفت که زهری بود که او میبایست بخوره و خورد، بحران را تشدید کرد و وضعی پیش آورد که سران جمهوری اسلامی همدیگر را متهم می‌کردند به این که جنگ تقصیر این گروه یا آن گروه بوده. خمینی یک بار دیگه رو دست همشون زد و همون خط خودش رو که خط امام نام داره از پیش برد که در واقع خط تندرو هست. حالا خمینی رفته. من فکر نمی کنم با مرگ خمینی رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه. من عقیده دارم که رژیم جمهوری اسلامی هنوز ذخیره هایی داره و به این ترتیب مدتی طول خواهد کشید که بحران باز هم خودشو شدیدتر نشون بده، بروز بکنه و اختلافات داخلی رژیم هم به اوج خودش برسه. یک چیزی طبیعی هست که بلافاصله بعد از مرگ خمینی آخوندها با هم اقلا ظاهرا متحد شدن و این یک به نظر من یک چیز موقتی و مصنوعی است. اختلافات خیلی شدیدتر از آن است که مدت طولانی بشه روشون سرپوش گذاشت و به ویژه مسائل کشور، معضلات کشور انقدر زیاده که
بالاخره ناچار خواهند کرد این سران رژیم کنونی رو که موضع بگیرن درباره این مسائل، اقداماتی انجام بدن که در نتیجه برخورد خواهد کرد با منافع گروه‌های مختلفی که الان در درون رژیم وجود دارند. به این ترتیب رژیم خمینی در واقع با مرگ خمینی بلافاصله سقوط نمی‌کنه، ولی راه هموار شده برای تغییرات ریشه‌دار در داخل کشور ما و من مطمئنم که این روند الان شروع شده و اگه بخوام جور دیگه بگم در واقع مرگ خمینی سرآغاز پایان رژیم جمهوری اسلامی است. اون چه برای ما اهمیت داره اینی که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران چی میخوان؟ اکثریت مردم ایران صلح میخوان، آزادی و دموکراسی میخوان و امنیت و آسایش میخوان و کسانی که واقعا بتونند چنین برنامه‌ای در مقابل مردم ایران مطرح بکنند و مردم ایران را قانع بکنند به صداقتشون که میتونن این چنین برنامه‌ای را اجرا بکنن، من فکر میکنم که این طیف در آینده ایران برنده خواهد شد. من اعتقاد دارم که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه در ایران بر سر کار بیاد، هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه دیکتاتور باشه و اگه تازه به اونجا برسه که بتونه قدرت رو در دست بگیره، جنگ داخلی رو راه خواهد انداخت. ما به عنوان حزب دموکرات نظرمون این هست که میتونیم رژیم را تضعیف بکنیم، میتونیم ضربه به رژیم بزنیم، ولی و میتونیم حتی تا حدی شرایط سرنگونیش را فراهم بکنیم، ولی به تنهایی ما نمیتونیم آلترناتیو باشیم. به همین جهت ما در ایران، در بخش‌های دیگر ایران دنبال همپیمان هستیم که هممون در یک ائتلاف بسیار وسیع دموکراتیک در یک جبهه که همه دموکرات ها و جمهوری خواهان رو بتونه جمع آوری بکنه، با هم متحدن مبارزه بکنیم و این بار بعد از سقوط جمهوری اسلامی کاری بکنیم که کسی دیکتاتوری بدتر یا بهتر از جمهوری اسلامی بر سر کار نیاد، بلکه یک رژیم دموکراتیک که خواسته های مردم ایران رو پیاده بکنه بعد از 2 دیکتاتوری طولانی شاهنشاهی و اسلامی بر سر کار بیاد.